گوگل ادز واحدهای پولی متفاوتی رو برای شارژ اکانت ها میپذیره، مثل دلار امریکا، مثل درهم، مثل یورو و پوند. کدوم یکی از اینها بهینه تر هستش، استفاده از اونها به صرفه تره برای ما؟ راجع به این موضوع صحبت میکنیم و بهترین ارز رو به شما معرفی میکنیم. سلام علیکم. یکی از اصلی ترین سوالاتی که توی دنیای گوگل ادز وجود داره اینه که شما شارژ اکانت گوگل ادز خودتون رو با استفاده از چه واحد پولی بیاید و انجام بدید. ارزهایی که توی کشور ما وجود داره خب به لطف تحریم ها ریال ایران رو گوگل پذیرش نمیکنه و شما میتونید با استفاده از دلار آمریکا، درهم امارات و لیر ترکیه و سایر ارزها بیاید و شارژ اکانت رو انجام بدید به توسط واسطه هایی مثل مجموعه تاپ ادورت. اما خیلی از مشتری‌ها از ما سوال میپرسن، چون مجموعه تاپ ادورت با استفاده از ارزهای مثل دلار آمریکا، درهم امارات و لیر ترکیه شارژ اکانت ها رو انجام میده. مشتری از ما میپرسن که تفاوت این ارزها چی هستش و کدوم یکی از این ارزها به راستی شرایط مالی بهتری رو برای مشتریان رقم میزنه. امروز میخوایم به شما بگیم که تجربه دقیق ما از یک اکانت با استفاده از ارزهای مختلف چی بوده. زمانی که ما از خود گوگل این پرسش رو جویا شدیم، توی جستجوهای خودمون به این موضوع برخورد کردیم که توسط خود کارشناسان گوگل این موضوع مطرح شده بود که گوگل ارزها رو به یک ارز پایه‌ای تبدیل میکنه که اون ارز پایه تا 6 رقم بعد از اعشار داره محاسبه میشه، یعنی یک عدد خیلی خیلی کوچیکی رو گوگل میاد و برای شما محاسبه میکنه. از دید گوگل ارزها خیلی با هم متفاوت نیستند، اما ما چیز دیگه ای رو تجربه کردیم که توی این کلیپ به تفصیل راجبش صحبت میکنیم. اما اتفاقی که افتاد چی بود؟ اتفاق این بود که زمانی که یک اکانتی رو با ارز پایه درهمی ما شارژ کردیم، اون اکانت نزدیک به 8560 کلیک دریافت کرد که با توجه به میزان شارژی که انجام شده بود که 256 درهم بود، تقریبا میشه گفت به ازای هر درهم نزدیک به 3 صدم درهم عددی بود که داخل اکانت گوگل ادز نمایش داده شده بود. همین اکانت مجددا بر پایه دلار شارژش انجام شد و زمانی که 171 کلیک دریافت کرد با نزدیک به 1.47 دلار، ما متوجه شدیم که خب میانگینی که داره اعلام میشه برابر 1 صدم از طرف گوگل هستش. اما واقعیت این بود که با توجه به نرخی که خود اکانت داره ارائه میده، یعنی تعداد کلیک ها و مقدار هزینه، با تقسیم این دوتا عدد، یعنی مقدار هزینه بر تعداد کلیک، مشخص شد که اکانت درهمی چیزی نزدیک به 33 هزارم درهم به ازای هر کلیک داره هزینه کسر میکنه و اکانت دلاری ما نزدیک به 85 هزارم دلار داره هزینه کم میکنه. ولی عددی که برای شما داره نمایش داده میشه توی پنل گوگل ادزتون، چون تنها تا 2 رقم بعد از اعشار رو گوگل نمایش میده، برابر 3 صدم درهم برای اکانت درهمی و 1 صدم دلار برای اکانت دلاری بود. زمانی که ما مقدار شارژ بیشتری رو توی اکانت ها ران کردیم، متوجه شدیم که به ازای مقدار شارژ مشخصی، یعنی به ازای 120 دلار شارژ، اون اکانت تونسته بود 8733 کلیک دریافت کنه و به ازای 440 درهم همون اکانت تونسته بود که 3 تا میزان مختلف، یعنی 8004 کلیک، 7024 کلیک و 7313 کلیک دریافت کنه. یعنی نتیجه آزمایش ما این شد که اکانتی که بر پایه دلار آمریکا شارژ شده بود تونسته بود که تعداد کلیک های خیلی بیشتری رو نسبت به اکانتی که بر پایه درهم بود رو دریافت کنه. این مورد توی یک بازه زمانی اتفاق افتاد. صرفا این نبود که ما بیایم برای 1 ساعت چنین سنجشی رو انجام بدیم و بگیم که خب به این نتیجه رسیدیم. نه، این برای یک بازه 1 ماهه و برای چندین اکانت این بررسی انجام شد. برای دوستانی که ممکنه ادعای موضوع رو داشته باشن که ما شاید داریم اعداد خلاف واقعی رو اعلام میکنیم، بسیار ساده و به راحتی میتونیم
با دسترسی هایی که به اونها میدیم اثبات کنیم که گفته ما کاملا صادق هستش. اما واقعیتی که اتفاق میفته و موضوعی که از طرف ما به مشتریان اعلام شده این هستش که خود گوگل هم گفته تمام ارزها رو بر پایه یک ارز واحد گوگل میاد و تبدیل اونها رو انجام میده. اون ارز واحد از نظر ما دلار هستش. چرا؟ چون هزینه هایی که گوگل داره انجام میده بر پایه دلاره، حقوقی که به کارمندانش داره پرداخت میکنه. درسته توی کشورهای مختلف گوگل کارمندان متفاوتی رو داره که با ارزهای مختلفی دارن حقوقشون رو دریافت میکنن، ولی عموم هزینه‌ای که گوگل داره پرداخت میکنه با دلار هستش و تبدیل ارزها به دلار برای گوگل هزینه بر خواهد بود. مطمئناً گوگل کاملا مایل هستش که دلار امریکا رو بیاد و دریافت کنه. با توجه به این آزمایش ساده که شما نتایجش رو هم دیدین، میشه خیلی راحت و دقیق متوجه شد که شاید بشه گفت با اختلاف کم، اما به هر حال اختلاف قابل توجهیه. برای گوگل ارز دلار امریکا از اولویت بالاتری نسبت به درهم امارات برخورداره. چنانچه در رابطه با سایر ارزها قرار باشه این تست رو انجام بدیم، مطمئن هستیم که نتیجه همین خواهد بود و اصلی ترین ارزی که گوگل مایل هست اون رو دریافت کنه مطمئنا دلار امریکا خواهد بود. در نتیجه اگر از سیستم خدمات گوگل ادز دارید استفاده میکنید، پیشنهاد ما اکیداً این هستش که حتما از ارز دلار امریکا استفاده کنید. گفتیم به سادگی هم میتونین با دریافت دسترسی از ما نتایج این سنجش رو مشاهده کنید تا برای شما هم به اثبات برسه که دلار امریکا بهترین ارز برای شارژ اکانت های شما هستش. حتما این کلیپ رو برای دوستانی که از این پنل از این امکان فوق العاده گوگل یعنی گوگل ادز دارن استفاده میکنن براشون ارسال کنید و احیانا دوستانی که حدس میزنید با استفاده از گوگل ادز میتونن کسب و کار خودشون رو متحول کنن، این کلیپ رو برای اونها هم ارسال کنید تا نظر اونها هم در این باره جویا بشیم و مطمئن بشیم که میتونیم بهترین خدمات رو به این عزیزان ارائه بدیم. کارشناسان تاپ ادورد آماده هستن که چنانچه پیرامون این موضوع یا هر موضوعی در حوزه گوگل ادز سوالی شما دارید با افتخار پاسخگوی شما باشن. اگه هر سوالی هم در رابطه با این موضوع داریم پایین این پست از ما بپرسین، حتما پاسخگو خواهیم بود و تشکر میکنیم که با لایک و کامنت هاتون از ما حمایت میکنید.